افشای حقایق و رازهای پشت پرده ربوده شدن زلال هاشمی در کابل. زلال هاشمی توسط چی افرادی در کابل ربوده شد؟ حقایق و رازهای پشت پرده درباره زندگی جنجالی و پر از ماجرای زلال هاشمی. آیا زلال هاشمی برای همیشه از هنر موسیقیش خداحافظی کرده است؟ زلال هاشمی چرا دیگر به کارهای موسیقیش نمی‌پردازد و دلیل زندانی شدن زلال هاشمی چی بوده است و در چه گونه حالت اکنون به سر میبرد؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید پس برای حمایت هرچه بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. زلال هاشمی هنرمند جوان، چهره شناخته شده، محبوب و مطرح در میان مردم افغانستان بوده است. علاقه‌مندان و دوستداران خاص خودش را دارد. زلال هاشمی کارهای هنر موسیقیش را از برنامه پرطرفدار ستاره افغان تلویزیون جهانی طلوع آغاز کرد و توانست در مدت خیلی کوتاهی در میان مردم افغانستان شهرت و محبوبیت خوب پیدا کند. زلال هاشمی کارهای هنر موسیقیش موج حمایت‌ها را به همراه داشت. این دختر خانم عاشقانه هنر موسیقیش را ادامه میداد و توانست در مدت خیلی کوتاه شهرت خوبی کسب کند. اولین دختر خانم افغان بود که توانست مقام اول را در برنامه پرطرفدار ستاره افغان از آن خود کند. وی بعد از ختم برنامه ستاره افغان هم به کارهای هنر موسیقیش پرداخت. اما زلال هاشمی دیگر آهنگی نسرود و یگانه دلیل دوری زلال هاشمی از هنر موسیقی همسرش بوده است و ازدواج کرد و همسرش هرگز اجازه سرودن آهنگ را بر وی نداد. این همه در حالی است که زلال هاشمی ربوده شده است و همسرش بیان کرده است که وی در حالت بدی اکنون در زندان زندگی می کند، ولی تاکنون جزئیات بیشتر این ماجرا در دست نیست. ولی ما آرزو داریم خبرهای نشر شده در صفحات مجازی حقیقت نداشته باشد. دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان زلال هاشمی به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید پس برای حمایت هرچه بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درودی دیگر، بدرود.